الله مهربان به جبرئیل امین علیه السلام میفرمایند بعد از آنی که دوزخی ها داخل دوزخ و جنتی ها داخل جنت هستند، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم در یک جا استراحت دارند که 12,000 تا دروازه دارند، با تمام کسانی که داخل جنت هستند نشستگی‌اند. میگه الله مهربان رحمت خدا را نشان میده، مهربانی خدا را ما ببینیم. الله مهربان به جبرئیل امین علیه السلام میفرماید جبرئیل یک بار دوزخ رفته از حال امت حبیبی من خبر بگیر که در چه حالند. خداوند میداند که در چه حالند، ولی جبرئیل امین علیه السلام میفرستند. حکمت میبینیم. حضرت جبرئیل امین علیه السلام میبیا میگه از همه بالاترین طبقه دوزخ امت